بیخی صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جگاه خو اینو من قندهاره. من که خلیفه هستم. 4 روز پیش از این داشتم تیر میشدم که چشمم بخورد به این دیدم یک رستوران خیلی لوکسی شده. برای من گفتم که این جگاه تازه افتتاح شده. بریم داخل که از اینا یک تبلیغاتی داشته باشیم، با ما همراه باشین. جالب این جگاست که آقای مینیپال خودشون در سوشال میدیا فعالیت زیادی دارن و من نشناختم. در حقیقت سورپرایز شدم. حالا که شما بگین من از ایشون تبلیغات میکنم یا اینا از من. جزئیات اصلی خور که مقذارم برای تک کپشن. شما هم این ویدیو رو با دقت ببینیم و برای دوستا خوب اشتراک بگذاریم. نظرات خودم داخل کامنت ها برای من بده. در کنار آقای مینیپال هستیم، صاحب شام کندهار رستوران. آمدیم که غذاهای رو تست کنیم ببینیم که چی مدل غذاها داره. بسم الله الرحمن الرحیم. مچکا روش را ورسېدی له خیر سره چې د شام کندهار رستوران ډیر یو مشهور خواړه دي فلان په کندهار کې، او همداسې مچکا بریانی دا هم یو مشهور خواړه دي په کندهار کې د شام کندهار رستوران. خیلی هم عالی. مچکا روش یعنی همون کوزه روش که خیلی معروف شده و معروفه با روش سنتی. بسم الله الرحمن الرحیم. واه 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 واه. مچکا روش والا خیر سره خلیفه جانه. خوب رفقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لخیر خلیفه جان ته به د مایچه پلو یو خوند هم څکړو ښکارا کړو لخیر سره. واه واه. او د دې ترڅنګ دا خو نو ویني مایچه ده. واه 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 واه. مایچه پلو. حال شما میگیم این غذا رو با قاشق بخور. غذا سنتی کشور ما میشه خود قاشق خورده. این باید میده به دست که بفهمی چی داری میخوری. نوش جان. این هم که هست متکه بریانی ایشان. متکه بریانی. واه واه. همون کوزه بریانی. نوش جان. خلیفه جان د متکه روش خوند واخیست، یعنی ویلی دی نو مټکا بریانی به هم نوش جان کې تاسو په ژبه باندې ورته کوزه وایي.